بعد از استوری تهیونگ، آرمیا تونستن تئوری قرار گذاشتن جونگکوک با تهیونگ رو تایید کنن. البته باید راجع به ماجرای کنسلی تهیونگ برای طرفدارا با هم حرف بزنیم. توی پست دیروز راجع به استوری تهیونگ یکم با هم حرف زدیم، اما حالا آرمیا دارن راجع به تئوریای قبلی که درباره قرار گذاشتن تهیونگ با جونگکوک هست دوباره حرف میزنن و میگن که تهیونگ به این تئوریا چراغ سبز داده و اونا رو تایید کرده. اما قبل از اینکه بگیم ماجرای این تئوریا چیه، ازت میخوام که کانالمون رو سابسکرایب کنی. تهیونگ دیروز چند تا عکس استوری میکنه که تا الان این عکس‌ها اینترنت رو کلی به هم ریختن. هر دقیقه که میگذره آرمیا بیشتر به تئوریای قدیمیشون مطمئن‌تر میشن. اما حالا بهتره یه بار به استوری تهیونگ یه نگاهی بندازیم. تهیونگ عکس خودش رو با جونگکوک استوری میکنه و مینویسه که تقریبا فراموش کرده بودم. جونگکوک، من الان هاوایی‌ام، زود بیا دلم برات تنگ شده. حالا از اونجا که هم جونگکوک و تهیونگ سربازیان، نمیتونن کاری غیر از آموزشاشون انجام بدن. این عکس‌ها همشون قبل سربازی جونگکوک و تهیونگ گرفت. حالا انگار کسی قبلا راجع به این عکس‌ها نمیدونست و آرمیا اولین باره که این عکس‌ها رو میبینن. اما به خاطر این عکس‌ها خیلی‌ها مینویسن که جونگکوک و تهیونگ با هم سفر رفتن و اونجا تنهایی با هم وقت گذروندن. پس حتما با هم دیگن. اما حالا مشخصه که وقتی بحث سر این چیزا پیش میاد، همین چیزا رو قبول نمیکنن. حالا طرفدارای شیپ ته‌کوک سراغ تئوریای قدیمی‌ترشون میرن تا ثابت کنن که این شیپ واقعیه. یکی از تئوریایی که قبلا میگفتن مال وقتیه که عکسای کتاب تهیونگ تایپ 1 تازه توی اینترنت پخش شده بود. همون موقع میگفتن که تهیونگ موقع گرفتن عکسای این کتاب با جونگکوک قرار میذاشت. دلیلش هم به خاطر چند تا از عکسای این کتاب بود. مثلا میگفتن که جونگکوک و تهیونگ هر دوشون یه عروسک خاص دارن یا حتی کلاه موتورسیکلتشون کنار همدیگه بوده. حالا اون تئوریا تقریبا داشت فراموش میشد چون زیاد کسی ازش حمایت نمیکرد، ولی یهو دوباره پرطرفدار میشه. اونطور که میگن تهیونگ توی عکسای این استوریش وقتی کنار جونگکوک مونده، لباسش با لباسی که توی عکس کتابش یکیه. سر همینم فکر میکنن که تهیونگ موقع عکاسی برای این کتابش داشته با جونگکوک قرار میذاشته. حالا توی اینترنت همیشه کسایی هستن که عاشق این تیپ تئوریان و خب وقتی که فکر میکنن با یه عکس دیگه این موضوع تایید میشه، سراغ درست کردن تئوریای بیشتر میرن. حالا سر همین عکس‌ها تئوری بعدی هم اومده که راجع به زندگی خصوصی و دوتایی جونگکوک و تهیونگه. خیلی‌ها فکر میکنن که جونگکوک و تهیونگ با هم زندگی خصوصی 2 نفره دارن و کنار همدیگه زندگی میکنن. توی توییتر خیلی جاها میشه اینو دید. مثلا نوشتن دلیل اینکه تهیونگ تا الان این عکس‌ها رو پست نکرده بود به خاطر این بود که میخواستن رابطه‌شون رو مخفی نگه دارن. طرفدار این تئوریا خیلی زیادن و راحت میشه دید که چقدر اینو پست کردن. از روی همین تئوری زندگی خصوصی 2 نفره جونگکوک و تهیونگ به ماجرای ازدواج مخفی تهیونگ و جونگکوک هم رسیدن. 2 نفر راجع به اینا پست گذاشتن و نوشتن که جونگکوک و تهیونگ با هم توی هاوایی ازدواج کردن چون کره این اجازه رو بهشون نمیده. من واقعا نمیدونم که باید چی بگم، چون انگار یه سری اونقدر جذب این فانتزی‌ها شدن که برگردوندن اونا به دنیای واقعی اصلا دیگه جواب نمیده. جونگکوک و تهیونگ قبل از سربازیشون هم باید روی آلبومشون کار میکردن، هم روی موزیک ویدیوشون و هم روی پروموتاشون. از طرف دیگه هم باید کم کم روی سربازیشون وقت میذاشتن و آماده میشدن که برن. حالا من واقعا نمیدونم که چطور به نظر یه سری توی مدت خیلی کم تونستن که فرصت کنن ازدواج هم بکنن و با هم وقت بگذرونن. البته مشخصه که خیلی‌ها فکر میکنن جونگکوک و تهیونگ چندین ساله که با هم هستن، ولی من واقعا فکر میکنم که این تئوریا باید یکم کنترل بشه یا حتی یکم روشون فکر بشه و از روی فانتزیاشون فقط این چیزا رو ننویسن. البته توی توییتر این فرصت برای همه گذاشته شده که هر چی که به ذهنشون میاد و بنویسن و پست کنن و خیلی هم هستن که این وسط ازشون حمایت میکنن بدون اینکه واقعا بدونن اون قضیه اصلا اتفاق افتاده یا درسته یا فقط از روی ذهنیت خودشون اینا رو نوشتن. البته منظور من اینجا فقط شیپ نیست. من خیلی چیزای دیگه این هفته دیدم که اصلا باورم نمیشه. اگه توی توییتر اسم تهیونگ رو سرچ کنید بعد از ماجرای شیپ و تئوریاش، یه سری پست دیگه هم میتونید پیدا کنید که توی اون پست‌ها به تهیونگ لقبای خیلی بدی دادن. مثلا بهش گفتن که ناشنواس، بی‌احساسه یا حتی از قتل و آدمکشی حمایت میکنه. اول که اینا رو میبینیم شاید فکر کنید که همه این پست‌ها رو هیترها گذاشتن، ولی اگه یکم دقت کنیم میبینیم که قبلا راجع به ارزا حمایت میکردن، ولی یهو به خاطر پست آخر تهیونگ جزو کمپینی شدن که دارن از تهیونگ بد میگن. اما حالا بذارید بگم که چرا یهو این همه پست هیت توی توییتر پیدا شده ولی خودشون رو آرمی میدونن. تهیونگ یه پست چند اسلایدی میذاره توی پیجش که توی یکی از این اسلایدها یه سیب زمینی سرخ شده از مکدونالد دستشه.
شاید باور نکنید ولی سر همینم هست که یهو کلی پست هیت برای تهیون درست میکنن، چون فکر میکنن که تهیون این عکس از آدم کشی حمایت کرده. البته دلیل این کاراشون واقعا ربطی به کار تهیون نداره، ولی این قضیه رو از چشم تهیون میبینن. حالا کسایی که به تهیون هیت میدن و میگن که تهیون کنسله، کسایی که عضو کمپینای اعتراضی طرفداران. این کمپینا شروعشون با این بود که میخواستن اسکوتر براون رو اخراج کنن و دیگه نذارن که توی های مدیر عامل باشه، چون اون از اسرائیل خیلی حمایت میکرد. ولی کم کم اونقدر این کمپین پرطرفدار شد که توی کل دنیا الان حامی داره و سر همینم دیگه فقط به اسکوتر براون گیر نمیدن. کلا هر چیزی که به اسرائیل ربط پیدا میکنه رو به عنوان تحریم میدونن. حالا مکدونالد قبلا گفته بود که از اسرائیل حمایت میکنه، مثلا به اسرائیل پول فرستادن و حتی توی شعبه‌ای که توی اسرائیل داشتن اومدن و غذای رایگان به سربازای اسرائیلی دادن. حالا انتظاری که طرفدارای این کمپین دارن اینه که هیچکس نباید از مکدونالد حمایت کنه، وگرنه بهش حمله میکنن و کلی هیت بهش میدن. البته مشخصه که این برای آدمای عادی نیست، چون اونا خیلی راحت میتونن برن اونجا و از اون غذاها استفاده کنن. این فقط برای اعضای BTS حساب میشه. اینم همون اتفاقیه که الان برای تهیون افتاده. تهیون با این عکسی که گذاشته فقط داره هیت میگیره و طرفدارای این کمپین نوشتن که تهیون از اسرائیل حمایت میکرده و کل این مدت با اونا بوده و حتی بهشون پول میداده. برای همینم تهیون کنسله. بعد از این توی توییتر و تیک تاک رو پر میکنن از پستای هیت و نفرت به تهیون. اونقدر بهش لقب میدن که واقعا آدم تعجب میکنه. برای تهیون نوشتن که همه مردم کره از این ماجرا خبر دارن و میدونن که چه اتفاقی داره میفته. چطور تهیون تا الان بیخبر مونده و ازشون حمایت کرده. حالا این قضیه واقعا به نظر من عجیبه. این کمپین تا الان هیچ سودی نداشته و اونا نتونستن که اسکوتر براون رو از هایب اخراج کنن یا حتی اون از مدیر عامل بودنش برکنار کنن. تا جلوی هایب هم نتونستن بگیرن. تنها کاری که بلدن انجام بدن اینه که یهو سمت یه نفر برن و بهش حمله کنن و کلی هیت براش بنویسن. مکدونالد خیلی معروفه و حتی اگه تهیون هم از اونجا چیزی نخره یا به قول طرفدارای این کمپین اونو تحریم کنه، بازم سود خودشو داره و هیچ کس نمیتونه که جلوی اونا رو بگیره. اونا توی اکثر کشورهای دنیا شعبه دارن. حالا به اسرائیل پول بدن یا پول ندن چیزی که خودشون تصمیم میگیرن. این وسط تهیون فقط داره هیت میگیره چون قبل از سربازی یه بار رفته بوده اونجا و از یه دونه سیب زمینی سرخ کرده اونجا عکس گرفته. چیزی که میخوام بگم اینه که توی این کمپین به آدمای اشتباهی داره حمله میشه. تهیون صاحب و مالک مکدونالد نیست. اون فقط یه مشتری بوده و دیگه رفته. اگه واقعا کسی به کارهای مکدونالد اعتراض داره باید سراغ صاحبش بره و این وسط مشتریای اونجا مقصر نیستن. البته من میدونم که تنهایی نمیتونم باورای طرفدارای این کمپین رو عوض کنم، ولی واقعا فکر میکنم که این همه هیت دادن به تهیون باعث نمیشه که مکدونالد تعطیل بشه یا حتی جنگ تموم بشه. خیلی چیزا توی کنترل من و شما نیست، مثل سیاست یا جنگ. توی تا این آدما نه جنگو تموم میکنه نه کمکی به فلسطین میکنه. راهی خیلی بهتری برای کمک کردن هست. راهی که اعضا رو تخریب نکنن.